زکات عموما یعنی زکات این گفتیم سیوم رکن اسلام حساب میشد. یعنی زکات گفتیم سیوم رکن چیز حساب میشد یعنی اسلام. برای همین الله سبحانه و تعالی زکات قرآن به چی مقرون میکند؟ به چی مقرون میکند؟ به چی یک جای ذکر میکند؟ به نماز. اقیموا الصلاة و آتوا زکات. یعنی نماز و زکات یک جا میبینید قرآن میبینید که هم به زکات معناش یعنی چی؟ معناش هیچ وقت مثلا زکات به آدم بخیلگی نمیکند. البخل این چی مثلا شیء مهلک، بخیلگی آدم میکشد. هم به یعنی انسان فکر میکرد که زکات داد گویا که مالش چی میشد؟ کم میشد، کم بغل میشد، بانکروت میشد. نه، این عکس هم به هر سحر الله تعالی فرشته توکیل وظیفه داده ندا میکند. برآمد حدیث ترمذی اومده اللهم میگوید اعطی منفقا خلفه و اعطی ممسکا تلفه. پروردگار میگوید منفق آدمی که نفقه میکند و صدقه و زکات میکنه یعنی مالش به چی برکتی اوای هم زاید یک کند یعنی دو کند یعنی زاید که مال بیا و همونه که ممسک ای که پول داشته میستر نمیتیا وای به تلفته یعنی چی کن مال ملکش نیست و نابود کن بیا. فهمید؟ هم به انسان چی میشه؟ دست کشاده میشه. هم به حدیث مسلمان ده اومده که رسول صلی الله علیه و آله میگه که ما نقص مال من صدقه بل زادته. یعنی مال از صدقه هیچ وقت کم نمیشه، بالعکس چی میشه؟ مال زیاد میشه. بعد چی؟ به صدقه، به سبب صدقه. و همین به معنای زکات معنای لغویش از چی گرفته شده؟ از کلمه از معنای زکات هم معنای نمو میتید و هم معنای تطهیر میتید، یعنی پاک کردن و زیادگی معناش میتید. یعنی با زکات که تو مالت پاک میکنی از هر خیل افلاسی ها، هر خیل چیزا و مالت زاید میکنونی. فهمدید؟ زکات هم برکه میبیارد، هم زاید میکند مالت، هم مالت چی میکند؟ پاک میکند. و هم به زکات گفتیم چی بوده است؟ یعنی این چیز این سیوم رکن اسلام. بنی الاسلام علی 5 شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. مبنی اسلام 5 ستون به میستد. این ستون ها چیه؟ شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله، نماز، زکات، روزه، حج. یعنی یک ستون نباشد خونه چی میشد؟ یعنی میبرود یا نمی معناش یعنی زکات نتیاد و اعوذ بالله اسلام وای چنده یعنی خطرنده، دین وای آدم خطرنده. هم باید که هیچ وقت مثلا زکات چه وقتش میتید انسان. زکات باید که چه هیچ وقت زکات به چه سستی نکند. یعنی سستی نکند. تصویف یعنی فردا میتیم گفتن این چه گفتیم؟ یعنی که از لشکرهای شیطان این خیلی آدمای الله تعالی چه گفت؟ یعنی و کان امره فروطا. گفتگینده همین خیلی اینا فروطای جوزی میگوید که ابوالجوزا رحمه الله میگوید که این همون آدمایی که همه کارش چه فردا خیر حاضر نمیتونیم که بعد یک بار، بعد از یک سال، بعد از 2 سال اینای الله تعالی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو اینا بیزاری میگوید. تصور کنید یعنی تو 40 مثلا زکاتت به بخیلگی میکنی به این کارت چی شد؟ رسول صلی الله علیه و سلم تو بیزار میشه به این کارت. باید که زکات چیکار کنی؟ یعنی وقتش بتی. نه و اما زکات کی به دادن، چی به دادن، این چیز الله تعالی یعنی سوره توبه بیان کرد. مصارف زکات همین 8 زکاتیا بیان کنند که اینها که هایند فقیر، مسکین، عاملین علیها، مؤلفه القلوب و فی الرقاب والغارمین، غارم یعنی قصدار مثلا میشد، و ابن السبیل و فی سبیل الله. 8 نمودن. همین 8 نمود به مثلا چه زکات داده میشن. سونه یعنی معناش زکات یعنی معناش گفتیم که عبادت و مواسات، هم عبادت هم مواسات هم یعنی یاردم، معناش یاردم هم به تو مینیگری که بعضی وقت میشد که هم زکات یک کس دادن مناسب تر. یعنی تو هم شهری که جون دستادهی میدونی که فقط یک کمبغل، یک فقیره، همه بای یک فقیره، این حالت هم زکاتت همین بته. لیکن بعضی جا به زندگی میکنی که و یک فقیر بسیار 4-5 نفره و یعنی هم بین 5-4 نفر زکات تقسیم کن. فهمدید؟ یعنی تو حاضر مثلا $100 زکات دادنی، $100 زکات دادنی تو چیکار میکنی؟ یعنی دیدی که همین شهری که تو استقامت کرده ساده هم یک کمبغل، یک فقیره، همین $100 همین یک فقیر بده، مسکین، همین فقیر، آدم محتاج، آدم عاجز، کمبغل بده. لیکن میبینی که همجند چند نفره؟ 5 نفره.
خیلی باشد هم $100 5 نفر به $20 تقسیم کرده. فهمید؟ هم میبینیم یعنی مؤلفه القلوب اینا مثلا چیان 2 نفر 2 نمود میشن. اینها همونهایی که مؤلفه القلوب یعنی همونهایی که ما با همین مال دل وایهای اسلام به گرم میکنیم. یعنی چی میشه؟ یعنی نزدیک میشه به سبب مال دادن. فهمید؟ یعنی این همینه که مثلا کافره که یگانه همین زکات مسلمان فقط داده می شود. فهمید؟ زکات چی میگه؟ خذ من اغنیائهم تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم. یعنی من تؤخذ من اغنیاء المسلمین فترد على فقراء المسلمین. فهمید؟ فقط فقیر مسلمان ها به زکات داده می شود. الا یک صنف کافر ها به داده می شود. و کی به؟ همین کافر هایی که یعنی میبینیم که خودش کافره لیکن اسلام به چیه؟ یعنی قبول کردنی همین آدم. ها؟ یعنی همین به یک چیز میتیم که شاید همین سبب شود و اسلام به در آید.